رفیق صمیمی تو چقدر بهش اعتماد داری؟ خیلی دیگه. اسمش چیه؟ کوروش. شما به آقا کوروش یه زنگ بزن، باهاش یه جوری صحبت کن که انگار ازت خوشش اومده، ببینیم ریاکشن و واکنشش چیه. طول سگ بزرگ چطوره؟ سلام، چطوری کوروش؟ خوبی؟ قربونت میچرخی؟ کجایی با امیری؟ نه الان که پیش امیر نیستم، تنهایی، یعنی میتونی حرف بزنی؟ اوکی؟ آره چی شده؟ ببین چند وقت پیش که رفته بودیم بیرون احساس کردم خیلی تیک و تاک داری میزنی با هم، نگاه میکنی و من اینطوری تو شناختی؟ خواستم ببینم آخه من یه همچی حسی بهت دارم، یعنی بدم نمیاد ازت. امیر دعوت شده؟ چند وقت کلا رفته تو مخم. ببین من خودم تو رو واسه امیر اوکی کردم دیگه، از همون لحظه اول پشیمونم اینه سگ گفتم چرا من این دختر رو گل دادم طرف امیر. امشب مثل با هم خونمون خالی مشروب می‌خوری؟ اوکیه. بچه این چی داشت خونه خالیه؟